بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا انشاءالله خدا خواهد ما شما را و این انشاءالله آغاز شوی دهه مغفرت که ما و شما روزه گرفتیم، روزه انشاءالله دهه رحمت الحمدلله بجا آوردیم. امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما روزه‌دارا را به نظر رحمت انشاءالله نگاه کردگی باشد و به رحمت سزاوار کردگی باشد. انشاءالله کسی که سزاوار رحمت الهی می شود، انشاءالله آتش دوزخ برای حرام می شود. با شما در سرشهی دهه مغفرت هستیم. امید میکنیم که انشاءالله این روزها را، این شبها را به طاعت عبادت گذرونیم. خدا آن کچ و قوت کرد برای ما شما. انشاءالله بعد 10 روز که دهه عتق من النار سر می شود، الله سبحانه و تعالی تمام گناه های ما و شما را خدا خواهد انشاءالله با یک دل پر خدا خواهد با کاملا با عشق و محبت با خاطر کامل باشین که الله سبحانه و تعالی انشاءالله گناه ما شما را میبخشد. و چندین سوالات دادیان اهلی برادر 4-5 سوال تعجیلی انشاءالله خدا خواهد این سوالان در حرکت میکنیم، قصه باشم پر مضمون انشاءالله به شما عزیزان جواب دادنه. یکی برادر سوال دادیان که قید کردن روزه را میشکند بابای مولا. جواب البته همین است که اگر دلشوری باشد، خودش یعنی دل شیریده بیاید و چاشد، ضرر ندارد. اگر خودش چلیک شد در دهنش تقیده، یعنی مجبوران خودش دیده و دونسته بچاشوند، البته روزش میشکند و یک روز همین روزه را بعد انشاءالله خدا خواهد انتهای ماه رمضان همین روزه را روزش میدارد. دویم سوال، وقتی که حیض بیند روزش چی می شود؟ گفتین یکی برادر سوال دادین. وقتی که زن وقتی که حیض می بیند یعنی روزش باطل می شود. هر یک زن خودش می داند روزش از 3 روز تا 10 روز دوام میکند. وقتی که به بلاغت میرسد انشاءالله تا سن انشاءالله خدا خواهد 60 سالگی این چیز میآید در زنها. همون که 3 روز است می 5 روز است می 7 روز است می همون روزاش خدا خواهد میخورد. بعد از انشاءالله با روزش خدا خواهد غسل کرده دوام میتید. بعد خدا خواهد انشاءالله ماه رمضان تمام شدن یک روزای خدا خواهد انشاءالله کوتاهیندم یک روزانده همون روش داشته میتی همون روزه، چون که نمازش ساقط میشود لیکن روزش البته انشاءالله میدارد. یکی دیگر سوال دادن که در دهانش آبی دیده داخل شود روزش میشکند. آبی چشم یعنی در کتاب هندیه و فتوای خلاصه آوردین که 1 قطره 2 قطره انشاءالله خدا خواهد، یا که همون آبی دیدش یا که رو عرق کند و یعنی یک اگر درایت ضرر نداشت است. اگر از و زیاده باشد و وقتا که همون شوری یعنی همون آبی چشم همون رو شوریش اگر فهمد روزش میشکند و در این یک روز خدا خواهد انشاءالله با روزه میدارد. من همیشه تاکید میکنم که اکثر ما شما یکی در ماه رمضان مصیبت می شود، خدا خواهد انشاءالله یا پدرمون میمره مادرمون میره که اکا و داده یا فرزند، باید که همین انشاءالله مصیبت زده ها از گریه خودداری کنند، چون که اکثر ما خودداری نمیکنیم روزه میشکند. عزیزان من باید که ما خودداری کنیم و خدا خواهد انشاءالله از همین یعنی خوردن آبی یعنی چشم یعنی از رو دیگر باید که انشاءالله خودداری کنیم. خب یکی دیگر سوال دادین که نیت هر روز شرط است بابای مولا؟ در همه مذهب 4 مذهب نه انشاءالله خدا خواهد شرط است. هر روز الهیده یعنی نیت کردن یعنی عبادت بدست. برای همین هر روز انشاءالله خدا خواهد بعدی اوسری ما و شما میخوریم اوسری خورده شیدن بعد البته انشاءالله خدا خواهد نیت میکنیم، یعنی روزه گرفتم روزه ماه شریف رمضان خدا توفیق دهد از صبح صادق تا نماز شام خالص الله تعالی الله اکبر، چون که هر روز عبادت بده. فتوای خوزی خونده. یکی دیگر سوال دادین که من چند سال از حامله دار و فرزندی شیرخوارده داشتم نتوانستم روزه دارم، برای همین روزها فدیت هم میشود؟ نه فدیه نمیشود، فقط همون روزهایی که خدا خواهد در حامله داری تو بود، روزهایی که انشاءالله خدا خواهد شیرخواری فرزندا بود، همون روزها را داشته میتین و خلاص.
انشاءالله خدا خواهد فقط فدیه نمیده، همون روزا را انشاءالله خدا خواهد یعنی داشته دادنش یعنی حتمی است. در اینجا خدا خواهد صحبت با پایان میرسونیم. اگر ما با سوال ها انشاءالله پیدا شد میتونین انشاءالله خدا خواهد در کانال ما خدا خواهد انشاءالله مراجعت کنین. ما قدر امکان انشاءالله کوتاه پر مضمون کرده برای شما رسوندن انشاءالله خدا خواهد میگیریم. البته این سوال ها جوابش فتوای خدا خواهد انشاءالله یعنی هیئت ازبکستان است. الحمدلله خدا خواهد از فتواها ما استفاده برده انشاءالله واسه همه شما عزیزان رساندیم. همیشه البته سوال دادیم که با دختران گپ زنی روزه میشکند. باید که انسان همه اعضاش روزه گیرد برای دهر الاسلام. یک مثال گنده زبانم، چشمم، گوشم، همه اعضا روزه گرفتنش در ماه رمضان با یعنی دخترهای بیگانه چخ کردن البته روزه را میشین حرام است عزیزان من. باید که ما و شما و دختران بیگانه ساعتها یعنی وقتی این صحبت نکنیم. خدا خواهد انشاءالله در شریعت فقط یک دیدن یک انشاءالله خدا خواهد ما بین را موندن و یک بنس این نه اینکه خدا خواهد شما همین وقتی وشنی در ماه رمضان خودداری کنه. باید چشمم انشاءالله یعنی روزه گیرد، گوشم روزه گیرد، دهانم روزه، همه اعضا روزه گرفتن شرط و ضرور از این سو خودداری کنین انشاءالله. با طریقی تلفنم زنا با وجود میاد، به طریق تلفنم با زنهای دختره بیگانه صحبت کردن این طریق زنا است و گناه کبیر حساب میشد عزیزان من. با سوال دادن که من روز در شهر مسافرت شبانه کار میکنم روزانه خواب میرم دیگه. البته هیچ ضرر نداره خدا خواهد انشاءالله. چی به خواب میگذرونیم و چی انشاءالله خدا خواهد با دیگر میگذرونیم. البته وقتی که نیت میکنیم انشاءالله خدا خواهد نیت کرده مثلا شب کار کنم روز گرفته دام گیرنم روزش حقیقی روزه است انشاءالله خدا خواهد. صحبت با پایان میرسونیم انشاءالله. با شما خدا حافظی میکنیم. الله سبحانه و تعالی البته با امید هممون روزه گرفتیم روز به روز شب‌ها شب نماز تراویح و قیام اللیل و خدا خواهد انشاءالله یعنی حرکت داریم که تا که رضای الله هستیم. البته الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما انشاءالله راضیش دیگه باشد و سهو و خطایی که انشاءالله البته بنده انشاءالله خدا خواهد چی است یعنی ضعیف است. بنده انشاءالله خدا خواهد گاه گناه میکنیم گاه خطا میکنیم، لکن از رحمت الهی همیشه امید داریم. الله سبحانه و تعالی همه طاعت عبادتایی که روزانه شبانه داریم و درگاهش قبول نماید سایبان آخرت بگرداند. همه برادری که مسافران که هستند خداوند سفرهای با برا صحت برد از سلامت یک با کیسه های پر باری های سرخ و خاندان به نزد وطن عزیز برگشتنشون الله نصیب بدارد. هر جای باشن در امان خدا باشن. خداوند همیشه ما را برای حق، برای صراط المستقیم، برای خدا خواهد انشاءالله قرآن و برای اسلام همیشه پای ما را استوار بگرداند. در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگرداند. صفی مسلمانان روز به روز به دین حق، به دین محمدی صلی الله علیه وسلم زیاده شدن را از الله سبحانه و تعالی انشاءالله دعاگو باشیم. همیشه الله همه مردم روی دنیا را برای حق، برای صراط مستقیم اله هدایت نماید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.